استادان گرامی سلام. طوری که در ویدیوی قبلی دیدید که چگونه با استفاده از مواد درسی عملیه تقسیم اعداد یک رقمی بر اعداد یک رقمی را انجام دهیم. اما در این ویدیو نحو محاسبه تقسیم اعداد یک رقمی بر اعداد یک رقمی را میخواهم تشریح نمایم. برای وضاحت بهتر میپردازم به اجرای مثال ها. مثال اول، عدد 9 را بر عدد 3 تقسیم نمایید. حل: 9 تقسیم 3. برای محاسبه کافی است که بدانیم که در عدد 9 چند تا 3 وجود دارد. 1 تا 3 3، 2 تا 3 6، 3 تا 3 میشه 9. میبینیم که در 9 3 تا 3 وجود دارد. پس 3 را در خارج قسمت می نویسیم که 3 ضرب 3 9 میشه. از 9 را تفریق میکنیم، میمونه 0. حاصل تقسیم 3 و باقی مانده 0 است. مثال دوم، عدد 7 را بر عدد 2 تقسیم نمایید. حل: 7 تقسیم 2. باز هم کافی است که بررسی کنیم که در 7 چند تا 2 وجود دارد. 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8. ببینیم که 4 دفعه 2 ما 8 میشه که بزرگتر از 7 است. ما باید مساوی به 7 یا کوچکتر از 7 را انتخاب کنیم. پس میبینیم که 3 دفعه 2 6 میشه که کوچکتر از 7 است. پس خب جواب ما 3 2 است. یعنی در 7 3 تا 2 وجود دارد که 3 را در خارج قسمت می نویسیم. 3 ضرب 2 6. از 7 که 6 تفریق کنیم میمونه 1. حاصل تقسیم 3 و باقی ماندم 1 است.